درس دوم شروع میکنیم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، همیشه وقتی که درس میخواین بگوین، دعا بکنین، بگین اللهم انی اسألك علما نافعا و اعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم یا الله، انی اسألك، ما از تو سوال میکنم، طلب میکنم، علما نافعا، علم نافع که منفعت میرسانه، و اعوذ بک، و ما به تو پناه میبرم یا الله، من علم لا ينفع، و یا الله ما به تو پناه میبرم از علمی که او منفعت نداره. خواه حال میم سر چی؟ حال میم سر فعل. این حال تعریف فعل میخوانیم که فعل چی است. فعل تعریفش چی است که میگه فعل آن است که دلالت به یک واقعه یا حادثه و زمان آن میکنه. فعل به دو چیز دلالت میکنه، یکی به یک حادثه دلالت میکنه، یک چیزی که واقع شده باشه، و یکی هم به وقت از او دلالت میکنه، وقت هم شامل میباشه. مثلا وقتی میگیم سجد المسلم لله تعالی، سجد المسلم لله تعالی یعنی مسلمان سجده کرد به الله تعالی. در اینجا که میگیم که مسلمان سجده کرد به الله متعال، اینجا سجده چی هست؟ این فعل است، فعل ماضی. هم به یک حادثه دلالت کرد که او حادثه یا واقعه چی هست؟ سجده کردن است. و هم دلالت کرد به چی؟ به ای که در زمان گذشته ای کار کرده، ای کار در زمان گذشته کرده. و اقسام فعل که از فعل چند تقسیم میشه، اقسامش را باید ما شما بفهمیم. اول تقسیم فعل به اساس حروف است، مثل که ما شما قبلا گفتیم که مثل که در اسم گفتیم، در فعل هم فعل تقسیم میشه به ثلاثی و رباعی. اسم اگر یادتان باشه به ثلاثی و رباعی و خماسی تقسیم میشد، اما فعل که از تنها به ثلاثی و رباعی تقسیم میشه. فعل ثلاثی 3 حرفی را میگن و فعل رباعی 4 حرفی را میگن. مثلا مثال های ثلاثی چی هست؟ کتبه، درسه، نصاره. کتبه نوشت، درسه درس خوان، نصره کمکت، ضربه مثلا میگه ضرب الله مثلا، الله سبحانه و تعالی یک مثال را بیان کرده. عسعسه، باز این مثال فعل رباعی هست. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اینه عسعسه. و حشرجه، حشرجه چی را میگن؟ وقتی جان کندن نفس انسان در گلوی انسان میرسه، باز یک قسم صدا میکشه، غرغر میکنه. عربا میگه حشرجه فلانون، فلانی حشرجه کرد، یعنی در وادی مرگ خود غرغر کرد، صداهاش همین قسم برآمد. و دحرجه به معنای چی هست؟ این فعل 4 حرفی هست، یعنی لول داد. مثلا میگیم دحرج الطفل الکرته، یک طفل توپ لول داد. و زلزله، زلزله نمود. زلزل الله الارض، الله زمین را جنبان. این پس فعل یا ثلاثی می باشه یا رباعی می باشه. دوم قسم که تقسیم میشه به حساب وقت و زمان تقسیم میشه. از این خاطر فعل میگن یکی فعل ماضی هست گذشته، یکی مضارع آینده هست که شامل حال و استقبال میشه، و امر است که امر هم شامل حال و استقبال میشه. اولش فعل ماضی هست. فعل ماضی کدام فعل میگن؟ فعل را میگن که به انجام شدن یک کار در وقت گذشته، در زمان گذشته دلالت میکنه. فعل ماضی فعل است که از ماضی سخن میگه. مثلا آل ما اینجا هستیم، قبل از چی کار شده او را با فعل ماضی میگیم. مثالش مثلا کتب و درس و نصره.
سوم اقسام فعل ماضی به اساس وزن و حرکتش است. مثلا فعل ماضی 3 وزن داره. فعل یا عینش زبر می داشته باشه، زبر یا فتحه، یا عینش کسره می داشته باشه یا زیر، یا عینش ضمه یا پیش می داشته باشه. فعل، فعل و فعل، این 3 وزن فعل ماضی هست. بسیاری فعلای ماضی که هست بین این 3 وزن می. فعل بسیار زیاد است. مثلا میگه درس کتب، درس درس خواند، کتب نوشت، رکع، ببین کلش به وزن چی است؟ به وزن فعل هست. درس به وزن فعل، کتب فعل، رکع فعل، سجد فعل، ببین وزن کلش چی است؟ فعل است. قعد فعل، خرج فعل، دخل فعل، قتل فعل، ذهب فعل، ترك جعل، فعل، رزق، خلق، کفر. این کلش کلماتی هستن که وزنشان چی هستن؟ این به وزن فعل آمده است. اینمی قسم از عرب ها شنیده شده است. از این خاطر در قرآن و سنت هم همین قسم ذکر شده. از این خاطر انسان مسلمان این کلمات باید به می شکل تلفظ کنه، این یاد بگیره. این قسم بعضی از وزنهای دومی چی است؟ به وزن فعیله میه. مثلا میگه شربه، نوشید، شربه، اینجا باز به وزن چی است؟ فعیله. علمه، حسیبه، ندیمه، پشیمان شد، ندیمه. مثلا میگیم حمیده، حمد گفت. سرقه، سرقه، این غلط شده، این سرقه نیست، اصلا سرقه هست، این حذف کنین، اینش اشتباه شده، سرقه شده، این به وزن فعله می سرقه. ربح، ربح نمود، و تبع، متابعت نمود. سوم به وزن فعول می، به وزن چی می؟ به وزن فعول. این سوم وزنش مثل چی؟ مثل شروفه، به وزن چی؟ فعول. شروفه. حسنه به وزن چی هست؟ به وزن فعول. کرومه به وزن چی هست؟ فعول. این 3 وزن برای فعل ثلاثی است. ثلاثیه که این باز مجرد میگن به خاطر از اینکه حرف زائد نداره. بازی ما شما سوسا پسان میخوانیم که مجرد کدام یکیست و مزید کدام یکیست، باز در درسای ما پسان میه. حالا ما قبول فهمیم که فعل ثلاثی مجرد به 3 وزن میه: فعل، فعل و فعول. و وزن فعل رباعی مجرد که از 4 حرفی باز این که از 4 حرف تشکیل شده هست، این باز به وزن فعلله میه. فعلله یک وزن داره. مثلا میگه دحرج فعلله، زلزله فعلله، حمدله. حمدله چی معنی؟ فعلله، الحمدلله گفت. سبحله، یک نفر میگه سبحله چی معنی؟ سبحان الله گفت. سبحله به وزن فعلله. حوقله، حوقله چی معنی؟ یعنی لا حول ولا قوة الا بالله گفت. قلقله، قلقله کرد. حشرجه فعلله، عصعصه فعلله. چهارمی است که فعل به اساس معلوم و مجهول. بعضی اوقات فعل چی میشه؟ فاعلش معلوم میباشه و بعضی اوقات فاعلش نامعلوم میباشه. اگر فاعلش معلوم و آشکارا بود باز را فعل معلوم میگن، و اگر فاعلش معلوم نبود یا ذکر نشده بود باز را فعل مجهول میگن. اینا فعل ماضی معلوم کدام فعل میگن؟ دیگه فعل هست که فاعلش معلوم باشه، معلوم دار باشه. مثلا میگه ذهب محمد الی الدرس، اینجا میگه محمد به درس رفت، پس اینجا محمد فاعلش هست، معلوم است. خرج علی من الفصل، علی از صنف بیرون شد، پس اینجا علی چی هست؟ علی اینجا فاعل است. پس اینجا ذهب و خرج فعل معلوم است. چرا؟ به خاطر که فاعلش معلوم دار است. اقسام فاعل در فعل معلوم. در فعل معلوم ما شما گاهی اسمش ظاهر می باشه، گاهی ظاهر چی می باشه؟ گاهی فاعلش ظاهر می باشه
و گاهی هم فاعلش ضمیر می باشه. گاهی فاعلش ظاهر می باشه و گاهی ضمیر می باشه. اگر فاعلش اگر فاعل ازی چی آمد؟ اگر فاعلش اسم ظاهر، مثلا اسم ظاهر چی رو میگن؟ اسم ظاهر اسم است که دلالت به معنایش بدون واسطه میکنم. تو مستقیما میگی میفهمی که این نام معلوم دارش است. مثلا احمد، محمد، فاطمه، عایشه، سمیه، اینیا چی هستن؟ یا اسمای ظاهر هستن. و دوم قسم اسم ضمیر می باشه فاعل. مثلا ضمیر چی هست؟ ما شما ضمیر در درس گذشته هم خواندیم که هو هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. و فاعل اسم ظاهر معلوم مثلا چی قسم است؟ مثلا میگی که سجد مسلمون، سجد مسلمانی، سجد مسلمون. این اسم معلوم که می باشه گاهی مفرد می باشه به یک نفر، گاهی مثنا دو کس، گاهی جمع می باشه مثلا چندین کس. ایناله سجد مسلمون، یک مسلمان سجده کرد. سجد مسلمانی، سجد مسلمون. این سکنی یا بر مسلمون جمع است. سجد مسلمتون در صورت که فاعل اسم ظاهر است، فعل تغییر نمیکنه و کلش هم یک فعل استعمال میکنی. مسلمون، مسلمان، مسلمون. باز اگه مؤنث شدم میگیم مسلمتون، سجده، سجده، کلش سجده استعمال میشه. سجد مسلمون، سجد مسلمان، سجد مسلمون. به این شکل. مثلا میگی رکع، رکع موحد، ركع موحدان، ركع موحدون، ركع موحدة، ركع موحدتان، ركعت. اینا ما فقط اینجا فرقش یک اشتباه شده بود اینجا بالا بریم. در سجده که هست وقتی که مؤنث باشه باید ما یک تی زیاد کنیم. اینجا اشتباه شده مانده است پیش من زیاد میکنم باز براتون روان میکنم. مثلا در مؤنث چی میگیم؟ سجدت مسلمتون، سجدت مسلمتان، سجدت مسلماتون. در مذکر سجده میگیم، بر مؤنث سجدت. باز در مفرد دیگه‌اش باز تغییر نمیه. سجد مسلمون، سجد مسلمان، سجد مسلمون، سجدت مسلمتون، سجدت مسلمتان، سجدت مسلماتون. در رکعه چی میگیم؟ رکع موحد، رکع موحدان، رکع موحدون. باز در مفردش اینجا اشتباه شده میگیم رکعت موحدتون، رکعت موحدتان، رکعت موحداتون. رکعت، رکع مجاهدون، رکع مجاهدان، رکع مجاهدون، رکعت مجاهدتون. فکرتان باشه بر مؤنث رکعت میگیم. ركعت مجاهدتان و ركعت مجاهدات. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.